بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود را شروع می‌کنیم. بخیر، امروز از ادامه درس قبلی در بخش چیکار می‌کردیم؟ در قسمت سمبولوژی میم یک دیتا در قسمت اد می‌سازیم. مثلا امروز دیتای چی را اد می‌سازیم؟ برای حروف. ببینید دیتای برای حروف فعلا کدام سیستم نداره و از این قسمت ما میگیم اوکی. در این بخش آمده که چی؟ unknown unit، یعنی بدون واید هست و بدون کدام سیستم هست. دوباره می‌بینیم در قسمت راست کلیک و در بخش چی؟ پروپرتیز. در قسمت پروپرتیز دیروز بخش کاتگورایز و بخش کوانتیتیز را خواندیم. درسته؟ امروز می‌بینیم در قسمت چارت. در قسمت چارت با این چارت ها شما در معمولا برنامه اکسل نام میخواید یک موضوع رو نمایش بدید، بیشتر در اونجا کار کردید. یعنی بچه حالت مثلا میخواید دو موضوع رو به صورت مقایسه‌ای بیان کنید با حالت‌های مختلف در چارت‌های مختلف، ما میتونیم چیکار کنیم؟ نمایش بدیم. ببینید بچه حالت مثلا ما میخوایم نفوسی یک کدام موضوعات رو داره، می‌بینید در بخش اتریبیوت تیبلش یعنی موضوعات رو در چی داره، مثلا نفوسش هست، هر پلیگون، تعداد میلش هست، فیمیلش هست، یانگ هست، میدل هست، اولد هست. یعنی یک دیتایی خیلی خوب هست، خیلی معلومات ها را دیتا رو قرار داده. حالا یکی درست هست یا نیست روش فعلا زیاد مهم هم نیست، چون اصل تحلیل های اساسی ما روی ازی انجام نمیدیم که دقت یا صحت خود دیتا روی ازی چی باشه؟ مهم باشه. میریم در قسمت پروپرتیز در بخش چی؟ در بخش چارت. در قسمت چارت ببینید هر آن موضوعی را که ما میخوایم در چارت اضافه کنیم باید از اینجا انتخاب کنیم. در کجا انتخاب بدیم؟ این پنجره. درسته؟ در این پنجره. بعضا ما میگیم پاپولیشن باشه، مکمل نفوسش، تعداد چی باشه؟ یانگش. یا پاپولیشن از این قسمت میخوایم مثلا فیمیل رو چرا مقایسه کنیم؟ میل. این انتقال و همچنان تعداد میل هم چی؟ این اردو با کدام رنگان نمایش داده شود. از این قسمت ما میتونیم رنگ موضوعاتش تغییر بدیم و از این قسمت ما میتونیم از لحاظ ترتیبی اول کدامش باشه، دوم کدامش باشه. درسته؟ از این طرف ما میتونیم اینا رو چی بسازیم؟ جا به جا بسازیم. بعد و در نهایت اپلای اوکی. حالت چی انتخاب این قسمت؟ حالتی پای انتخابه یا حالتی به صورت دایره‌ای. اینا دیگه خیلی براحتی برای ما پیدا نمایش میده که در کدام پلیگون تعداد چی زیاد هست، تعداد فیمیل زیاده، در کدام جای تعداد چی زیاده، تعداد میل. ببینید این رنگا نماینگر میل هست و این رنگ بعدی نماینگر چیه؟ از این طریق ما خیلی راحت میتونیم مساحت تحلیل کنیم که به چه حالت هست. فرضاً یک پروژه داریم مخصوصی چی؟ مخصوصی خانم ها. فرض کنید مثلا در یک از قریجات میخوایم چیکار کنیم؟ یک کورس سوادآموزی برای خانم‌ها بگذاریم. بعد از این طریق میایم اول ساحه را تحلیل می‌کنیم در کجا مثلا تعدادی خانم‌ها زیاده، بعد در کدام قسمت مثلا از لحاظ سواد اینا بیشتر نیازمنده که تا ما کورس سوادآموزی رو چیکار کنیم؟ برگزار کنیم. از طریق برنامه جی اس ما میتونیم اون موقعیت‌ها رو چیکار کنیم؟ راحت‌تر پیدا کنیم و کمی اگر زوم بسازیم اینا هر کدام از داخل پلیگون هست. یعنی به این معنی که پلیگون یا اگر فرض کنیم این یک قریه باشه تعداد فیمیلش نسبت به میل چیه؟ بیشتر است. یعنی تقریبا نصف هست یا هم بیشتره. بعض قسمتایش هست که تعداد میل هم احتمالاً بیشتر است یا هیچ نیست. این دیگه قسمت هست. درسته؟ این بود از حالت چارت یک نوعیش. دوباره میریم در قسمت ما میتونیم نه تنها دو موضوع را بلکه چندین موضوع، فرضاً میگیم یانگ چی هم اضافه شود؟ مثلا اولد هم اضافه شود. میتونیم اینا رو در این پنجره چیکار کنیم؟ درسته؟ بعد او مقایسه‌ای بین چهار موضوع، فرضاً ما مکمل دایره را 360 درجه در نظر میگیره. از او 360 درجه نظر در آماری که در قسمت جدول مشخصات ریزی هست میگه که مثلا چند فیصدش یا به چه مقدارش مرد هست، چه مقدارش زن هست، چه مقدارش مثلا نفوس کهنساله و چه قدرش نفوسش چیه؟ جوان است. باید نوعیت بعدی داریم، نوعیت چارت هست. دوباره در قسمت چارت و حالت کالم هست. ببینید اگر عین موضوعات را ما در حالت کالم هم بخوایم نمایش بدیم میایم در قسمت اپلای و ببینید این بار این به این حالت برای نمایش. این نوعیت نمایشش فرق.
اینی کالمی به این حالت داریم چی هست؟ میل هست و دیگه فیمیل. اینا لازم راحت تحلیل میشه که در کدام جاها تعداد میل زیاد هست، در کدام قسمت ها تعداد فیمیل زیاد هست. درسته؟ به این حالت. دوباره من این در قسمت بخشی این بود از نوعیت چی؟ بار و کالم. یک نوع دیگه هست در که همه اینا رو در یک کالم نمایش میده، یعنی عین موضوع هست اما اونا را در یک کالم نمایش میده. ببینید ما دوباره همین دو موضوع رو میگیریم، میگیم چی شود؟ اپلای و اوکی. اینا رو ببینید در یک پلیگون یک تا کالم داریم، در یک تا کالم این به یه حالت تعداد میل و فیمیل رو در یک چی نمایش داده؟ بعد نظر در این ما میتونیم بفهمیم که کدامش زیاد هست. بهترین حالتش یا از حالت دایروی چیزی که زیاده معموله، یا هم از حالت چی؟ کالمایی که پهلوی هم میآید. از این طریق خب به هر حال امکاناتش هست که ما استفاده کنیم، اما چیزی که زیاد معموله در قسمت آمار اینا از دو موضوع اگر متوجه باشید در بخش دیموگرافی اینا بیشتر استفاده میشه تا یه حالت چی؟ درست شد؟ این بود از موضوع چی؟ بخش سمبولوژی و این. موضوع بعدی در قسمت داریم در نام مولتیپل اتریبیوت. دفعه قبل ما چند اتریبیوت داشتیم؟ مثلا نظر در یک مشخصه یا دو مشخصه داشتیم، اما فعلا ما میتونیم چیکار کنیم؟ چندین مشخصه را در یک دیتا داشته باشیم. فرضاً میگیم در این پنجره چی رو معرفی بساز؟ مثلا تعداد نفوس، add values، مثلا یک چند ولیو رو اضافه کنیم، میگیم اینی ولیو ها باشه، میگیم چی شود؟ اوکی. او ولیو های ما چی شد؟ این در قسمت آمد. درسته؟ در این ولیو ما کدام موضوعات هست؟ ID هست و همچنان تعداد چی؟ population. بعد یک ولیوی دیگر هم ما میخوایم چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. از یک قسمت رنگ اینایش میتونیم تعیین کنیم. دوباره میریم در قسمتی کالر رمپ اینا از این پنجره میریم یک فرضاً یک مشخصی دیگر رو میگیریم، میگیم نظر در یانگ هم برای از چی بساز؟ سمبولوژی بساز، یا تعداد نفوس یانگ تقسیمی چی بگیم مساحت داره اینجا. به هر حال تعداد نفوس جوانش هم میگیم در این قسمت برای ما به صورت جداگانه در چند کلاس؟ در 6 کلاس تقسیمات کنیم. اوکی. این مرحله هم اپلای و اوکی. ببینید چی کار ساخته برای ما؟ همزمان چندین سمبولوژی را برای ما اجرا ساخته. و چه حالت؟ این در قسمت دمو پولیگونا، این در قسمت تعداد نفوس جوان این به حالت در این انتروالا گرفته. این تعداد چی است؟ نفوس جوان. و در قسمت پایین ببینیم موضوع چی رو داشتیم؟ همه چیز نشتور به این حالت گرفته، باید این حالت قبلی رو میگیریم. میریم در قسمت در بخش برای هوف، در قسمت add all value، از این قسمت یک بار میگیم remove all، از این قسمت میگیم در color ram. اینی موضوع رو یک بار پاک کنیم، او را میگیم نظر در چی بساز؟ نن بگیر، همچنان اوکی. از این پنجره نظر در کدام مشخصه گرفته بودیم؟ population، میگیم add value کدام موضوعات اوکی. و از این قسمت apply و این تعدادش چی هست؟ بیشتر هست. این به یه حالت برای ما چی ساخته؟ سیمبولوژی ساخته. در بخش پروپرتیز نوعیت مولتیپل اتریبیوت حالتیه که ما نظر در چندین مشخصه ما میتونیم چیکار کنیم؟ بگیریم. اینا نظر در یک مشخصه گرفته، ما میگیم فرضاً یک مشخصه در یک قسمت هست، یک مشخصه دیگر میگیم از این جدول معرفی بسازیم، میگیم یانگو چی بگیر؟ اول بگیر. هر دوی از این یکیش به یک انتروال، دیگه چی؟ انتروالی دیگر. در چند کلاس تقسیم شود؟ و از این قسمت میگیم اوکی، اپلای و یعنی هم تعداد نفوس چی رو گرفته؟ یانگ گرفته و هم تعداد نفوس چی رو؟ ولده. این به این حالت برای ما ساحات مختلف را چی ساخته؟ سیمبولوژی ساخته. این یک حالت های ترکیبی هست از چندین نوع سیمبولوژی که ما در قسمتی بخش پروپرتیز خوانده بودیم، از اونا ترکیب میسازه. مثلا همزمان ما میتونیم چندین سیمبولوژی رو چی بسازیم؟ اجرا.
اما اگر تک تک از اینا رو نیاز داشتیم مییم از اینا به صورت چی استفاده کنیم؟ از این قسمت جداگانه استفاده کنیم، از این قسمت جداگانه استفاده کنیم، از این بخش جداگانه استفاده کنیم. حالت مولتیپل اتریبیوت نظر به چندین مشخصات به صورت همزمان روی دیتای ما چی میسازه؟ درسته؟ این به این حال. یه بود از پنجره چی؟ پنجره سمبولوژی. موضوع بعدی رو داریم در قسمت فیلد. ببینید فعلا زمانی روی دیتا میم در بخش سمبولوژی یک بار در حالت اول برگردانیم. میگیم از چی استفاده کنیم؟ حالت سینگل. این در قسمت زمانی که ما میگیم در بخش اتریبیوت یعنی جدول چی هست؟ جدول مشخصاتش هست به این حالت. ببینید فعلا کدام فیلدها رو داره؟ خیلی فیلد چی داره؟ مثلا FID داره، پاپولیشن داره، فیلد خیلی زیاد داره، درسته؟ این به این اندازه ببینید این همه فیلد شاید همه از این رو ما استفاده نکنیم. ما میخوایم یک تعداد مشخصی که نیاز داریم اونا رو استفاده کنیم. مدیریت فیلد از کجا انجام میدیم؟ از قسمت خود بخش فیلد. در قسمت راست کلیک بخش پروپرتیز و موضوعی چی رو داریم در قسمت فیلد. ببینید یعنی همو هر آن موضوعی که ما در جدول داشتیم کلش تیک خورده است. به این معنا که همه از اونها رو برای کار کنه نمایش بدیم. ما میگیم همهش نمایش ندیم، turn all field off. میگیم همه از اونها رو خاموش بساز، ما فقط چند فیلد مشخص نیاز داریم. مثلا FID شیپش و در قسمت زون آیدیش نیاز داریم، پاپولیشن، میل، فیمیل، یانگ، اول، این به این حالت. ما میگیم فقط این قدر مشخصات رو نیاز داریم، اپلای و اوکی. حالا ببینیم در قسمت جدول مشخصات اگر بیاییم تنها کدام فیلدها هست؟ اما فیلدهایی که ما در اون پنجره چیکار کرده بودیم؟ اینا نظر در ضرورت یک زمان یک دیتا جمع‌آوری شده خیلی جزئیات زیاد داره و اون همه جزئیات زیاد اگر وارد بسازیم هر بار بین از اون فیلدها رو بگردیم کدامش مثلا نیازی ما هست میتونیم مستقیما از این بریم، اما فیلد یا همون چند فیلدی که ضرورت داریم اونا رو چی در قسمت انتخاب کنیم، فقط همینا رو برای نمایش میده. و دیگر راهش هم هست اما فعلا موقتا ما میگیم از اونا ما کار نداریم، استفاده نه. درسته؟ به این حالت دوباره در قسمت در بخش برای هو و در قسمت پروپرتیز و این بود از موضوع چی؟ فیلد. بعد در این قسمت turn all field on، اگر این را کلیک کنیم یعنی همه‌اش روشن میسازه. اگر گفتیم turn on field off یعنی چی میسازه؟ خاموش. بعد از این قسمت ما از لحاظ ترتیبی میتونیم اینا رو چی بسازیم؟ ترتیب کنیم. فرضاً این فیلد میگیم یک مرحله چی بره؟ یا این قسمت در به حالت عمودی هست، زمانی که جدول باز می‌سازیم به صورت افقی کدامش مثلا از این سمت چپ اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، عین ترتیب رو ما میتونیم از این قسمت چی بسازیم؟ تغییرات بدیم. فرضاً موضوع FID در قسمت نامش FID ما یک زمان نیاز داریم میگیم FID نباشه یک چیز دیگه باشه. درسته؟ از قسمت هایلایتش فعلا گزینه چی چیه؟ گفتن چی هایلایت باشه نباشه میگه نباشه. درسته؟ این موضوعات رو ما میتونیم از این پنجره چیکار کنیم؟ روی از این فیلدها اجرا کنیم. درست شد؟ ما میگیم turn all field on و این معنی همه فیلدها را در قسمت جدول مشخصات برای از چیکار کنیم؟ نمایش. دوباره در قسمت راست کلیک بخش پروپرتیز این بود از موضوع چی؟ بخش فیلد. موضوع بعدی رو داریم قسمت چی؟ کیوری بیلدر. کیوری بیلدر کیا اکسس خوانده یا دیتابیس خوانده باشید. بعد کسایی که دیتابیس اینا میخونه خیلی زیاد با جدول یا مثلا در قسمت اکسل هم یک مقدار کار میشه، همه شرط داره. یعنی شرط میدیم میگیم یعنی شرط اگر داشت فلانی ساحه را مثلا برای از چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. ببینید به چه حالت عین موضوع رو ما می‌ایم در روی دیتای چه کار کنیم؟ روی دیتای افغانستان. گفتیم یک موضوع داریم در نام چی؟ در نام دیتا فریب که میتونیم چندین لیر داخل از او داشته باشیم. می‌بینید در قسمت در بخش انزر اینجا میگیم یک دیتا فریم دیگر اضافه بساز به خاطر که ما دیتای دیگر نداریم. درسته؟ فعلا دیتای افغانستان اگر وارد بسازیم این در قسمت ای دارای کوردینات سیستم نیست، او دارای کوردینات سیستمه. او زمانی که اضافه میشه دارای کوردینات سیستم نیست. خب گفتیم از قسمت کیوری بیلدر ما این برای برنامه بعضی شرط‌ها رو تعریف کنیم. ببینید به چه حالت من در قسمت لیر گفتیم یک دیتای دیگر اد بسازیم، اول باید چیکار کنیم؟ یک دیتا فریم اد بسازیم. من در قسمت میگیم اد دیتا فریم. این میسازی است که یک صفحه کاری هست، ما یک صفحه کاری جدا را در نظر میگیریم و دیتای دیگر روی یک اد میسازیم. من در قسمت اد دیتا در اینجا چی را اد میسازیم؟ ولایت افغانستان. بعد ببینید من در قسمت لیر در این بخش
در قسمت پروپرتیز و در بخش کیوری بیلدر. فعلا کدام کیوری یا شرط نداریم. میریم در قسمت کیوری بیلدر، از این بخش میریم انتخاب کنیم، میگیم چی باشه. انتخاب همون شرطایی که در قسمت داریم اونا رو ما میتونیم به یک قسمت چی بسازیم؟ اعمال بسازیم. کدام بعد ما در قسمت در پنجره definition کیوری از این قسمت ما این شرط تعریف کنیم. فرضاً بچه حالا میریم در این قسمت اینی پنجره باز میشه. از این پنجره ما انتخاب کنیم، میگیم فرضاً چی رو بگیریم؟ خودی میگیم پروینس. ببینید دبل کلیک تا در قسمت پایین بیاید، درسته؟ یا اگر در پایین هم دبل کلیک نمیسازیم باید اینی نکات رو رعایت کنیم. مثلا دبل کوتیشن پروینس، دوباره دبل کوتیشن، میگیم مساوی باشه با کدام ولایت. این در قسمت امو ولیوهایی که در جدول ما داریم، یعنی در قسمت اتریبیوت تیبل داریم، این در پنجره میه. فرضاً اینجا اگر ما پروینس انتخاب کنیم، دیتای مربوط چی میه؟ فیلد پروینس همش در اینجا میه. فرضاً ما میگیم ولایت چی رو نیازاریم؟ ولایت بغلان. اینم دبل کلیک تا در قسمت به اوکی اپلای و اوکی. ببینید فقط چی رو برای ما پیدا ساخته؟ اون ولایتی که نامش بغلان بود برای ما پیدا کرد، دیگه راهش موقتا نمیدید. درسته؟ این به این حالت. دوباره در قسمت بخش پروپرتیز دیفینیشن، بعد اگر خواستیم همه دیتای ما دیده شود این شرط باید پاک کنیم. تا که شرط باشه فقط اون محدود در برای ما چی میسازه؟ پیدا میسازه. ما پاک میسازیم، میگیم اپلای و اوکی. اینا کلی دیتای چی است؟ افغانستان. میایم در قسمت دوباره در بخش لیر راست کلیک، بخش پروپرتیز، دوباره کیوری بیلدر. ببینید یک موضوع دیگر ما انتخاب کنیم. مثلا میگیم نفوسش بزرگتر است، در نظر بگیرید که فرضاً میگیم چند باشه؟ 425,500 از این بیشتر باشه. اوکی اپلای و اینی قدر ولایات افغانستان نفوسش بالاتر از عدد. اینی ولایت که در قسمت انتخاب نشده، فرضاً این ولایت هست، این ولایت، این ولایت، این ولایت، اینا نفوسش چیه؟ کمتر از عدد. اینا ما برای تحلیل‌های خود خیلی راحت میتونیم از این پنجره استفاده کنیم، درسته؟ نیاز داریم مثلا میگیم ولایت را پیدا کنیم که رنج نفوسش از این اندازه به این اندازه باشه. مثلا یک پروژه چی است؟ فرضاً احیا و انکشاف دهات میخواد یک پروژه را عملی بسازه در ولایات که یک رنج مشخصی چی داره؟ نفوس داره. از این قسمت دیتای افغانستان داره، در جایس وارد میسازه و از اون دیتای سروی شده دقیق افغانستان میامو موضوع را از این قسمت برای شرط تعریف کنه که اینی شرط اگر صدقت برای ما پیدا کو. بعد ببینید به این قسمت کیوری بیلدر این بار یک شرط دیگر میگیم. فرضاً میگیم مساحتی در قسمت شپریه یا مساحتش بزرگ است. این در قسمت موضوعی چی را آورده؟ فیلد مساحت برای ما آورده. ما میگیم بزرگتر از مثلا به این اندازه باشه و اوکی اپلای و اینی قدر محدوده اونو شرط چی میسازه؟ صدق میسازه. دوباره در قسمت در بخش پروپرتیز اگر خواستیم همه را ببینیم این باید چی بسازیم؟ پاک. دوباره در قسمت فرضاً ما میگیم اسکویر کیلومتر مربعشی بزرگتر از کدام عدد باشه؟ فرضاً یک عددی چند بگیریم؟ مثلا از این عدد 5699. اوکی اپلای. اینی قدر محدوده مساحتش بزرگتر از دو عدد، درسته؟ خواستیم شرط دیگر تعریف کنیم، میایم در قسمت یعنی دقیقاً برای پیدا نمودن دیتا با خاصیت هایی که ما میخوایم پیدا کنیم میگیم مساحتش بزرگتر از کدام عدد باشه. این شرط قبلی رو پاک نساختیم پس این را نمیگیره، درسته؟ این باید این پاک بسازیم، میگیم مساحتش بزرگتر از کدام عدد باشه از این قسمت. فرضاً اینی عدد. اوکی اپلای. اینی قدر محدودی افغانستان مساحتش از دو اینتروالی که متعین ساختیم چیه؟ بزرگتر است. اینی عملیات را ما میتونیم از قسمت چی؟ کیوری بیلدر. ببینید در کیوری بیلدر تنها این موضوع مساوی و بزرگی اینا نیست، خیلی شرط های دیگر هم داره که ما میتونیم چندین شرط بگیریم. و چه حالت ما میخوایم میگیم ولایت را پیدا کنیم نفوسش به این اندازه باشه، مساحتش هم اینی قدر باشه.
یعنی همزمان چندین شرط هم ما میدونیم. مثلا میگیم پروینسش نام ولایت را پیدا کنیم که مساوی به چی باشه؟ فرزند به بامیان باشه. این خب مشخصا بامیان رو پیدا ساخت، یعنی تنها شرط ما چی بود؟ غیر از بامیان دیگه کدام ولایتی خاصیت داره؟ نداره. فرضاً ما از این قسمت یک فیلد دیگر میگیم پاپولیشنش بزرگتر از چند باشه؟ فرضاً از این عدد و در قسمت گزینه اند. درسته؟ گزینه اند میگیم مساحتش بزرگتر از یا کوچکتر از یک اینتروالی بگیریم، این در قسمت بگیم از این اینتروال باشه. درسته؟ خواستیم بازم شرط بدیم میگیم چی؟ اینا زمانی که ما گفتیم باید این هر دو شرط در دیتا های ما همزمان چی کنه؟ صدق کنه. و این پنجره رو میگیم اوکی، اپلای و اوکی. یعنی میبینیم کدام یعنی یک دو ولایت هست، سه ولایت هست که خاصیت چی ساخته؟ صدق ساخته. اما این ولایت رو فعلا ما نمیفهمیم کجا هست. درسته؟ یعنی هنوز نه نام داره و نه یکی اگر با نقشه خیلی زیاد کار کرده باشه میفهمیم کدام ولایت. در غیر از او قابل فهمیدن نیست که بفهمیم مثلا این کدام ولایت هست. من در بعد این بود از پنجره چی؟ کیوری بیلدر. همین موضوع فهمیده شد. ببینید شرط های دیگر رو داریم در قسمت کیوری بیلدر زمانی که باز ساختیم. مثلا میگیم مساحتش کوچکتر از این عدد باشه یا مثلا نفوذش بزرگتر از این عدد باشه. درسته؟ مثلا شرط های دیگه مثلا یک زمان میگیم که ولایت را انتخاب کو که مساحتش مساوی با چی نباشه؟ با یک عدد نباشه. اسکویرش is not equal to مثلا یک عدد. درسته؟ یعنی شرط ها رو ما میتونیم از این قسمت کل از اینا رو بگیریم. لایک یعنی دو شکلی که هم مثل باشه رو چیکار کنه؟ از لحاظ یک مشخصه پیدا کنه. گزینه اند اگه استفاده کنیم یعنی به این معنی که این ارتباط دهنده دو خاصیت را همزمان باید چی بسازه؟ صدق کنه. اگر او را انتخاب کنیم مگه انتخابی هست یا هر دویش داشته باشه یا اگر یکیش داشته باشه هم چیه؟ درسته. و یا نه گزینه نات انتخاب کنیم. نات در حالتایی که ما میخوایم یک موضوع منفی بسازیم. مثلا میگیم ولایت رو انتخاب کو که مساحتش مساوی با فلانی رقم یک موضوع نباشه. درسته؟ در اون حالت مثلا از is not رقم یک چرا انتخاب کنیم؟ گزینه نل در صورتی که هیچ باشه و در صورت این ما میتونیم در رنج مشخص چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. این در حالتایی که ما یک شرط دو شرط میدیم راحته. یعنی ما میتونیم از گزینه های مثلا اند و اور و لایک و is not اینا استفاده کنیم. اما اگر شرط ما بیشتر از دو سه تا باشه حتما باید از چی استفاده کنیم؟ قوس ها استفاده کنیم. بچه حالا اینی موضوع رو ما مکمل یک بار پاک میسازیم. این بیان از شرط میدیم. میگیم قوس شروع، میبینید داخل قوس میگیم پاپولیشنش مساوی با چند باشه؟ عدد. درسته؟ دوباره بیرون قوس میگیم اند و دوباره قوس شروع. درسته؟ یک شرط دیگر میدیم. فرضاً میگیم مساحتش مساوی با مساوی که دقیقاً ساحه نمیگیره. بعد میم فرضاً دوباره میگیم اور یا اینالی اور با کدام در ارتباطه؟ اینی از این مرحله به بعد این بیانات ما میتونیم از این قوس ها هم استفاده کنیم. یک زمان چندین شرط همزمان میگیم روی یک دیتا صدق کنه از این قوس ها استفاده کنیم. در غیر از اگر از قوس ها استفاده نکنیم نمیتونیم بیشتر از دو سه شرط چیکار کنیم؟ عملی بسازیم. درست شد؟ پس اینی پنجره را هر قدر میتونید کار کنید. هر رقم شرطی که در ذهنتون میگرده بید از این جور بگیرید. درسته؟ این بیانات دیتا رو بگیرید اد بسازید. شرط هایی که ذهناً مثلا تصور کنید که این رقم یک شرط خواد باشه این امزی پنجره هر نوع شرطی که مخوانده باشیم میتونیم تطبیق بسازیم رویش. درست شد؟ این بود پنجره چی؟ پنجره اینا ما که پرسان کنیم کسایی که برنامه اکسل میخونه یا اکسس میخونه یا برنامه مثلا دیتابیس میخونه اونا با این پنجره خیلی زیاد کار میکنن. خیلی زیاد کار. در دیتابیس ها رو ببینید زمانی که ما مثلا اد میسازیم یک خاصیت میگیم او در اونجا قبل از قبل تعریف شده اگر اینی رقم یک موضوع ما تو به این نوع نور چه کار کن بشناس. کلش این حالت برای اونا شب تعریف شده و هم در برنامه بشناس. درست شد؟ و در نهایت اگر خواستیم کل دیتای مقابل دید باشه حتما دیفینیشن کیوری رو باید چی بسازیم؟ پاک بسازیم.
و در نهایت اپلای و اوکی. اینا دیتای ما در قسمت قابل چی است؟ قابل دید است. تا بخش فهمیده شد؟ موضوع بعدی در قسمت داریم در بخش لیبل. اینا اگه ما خواستیم نام از ولایت را هم داشته باشیم می‌بینیم از کجا کار می‌کنیم؟ از قسمت لیبل. در بخش پروپرتیز این یک موضوع داریم در نام چی؟ در نام لیبل. تا این قسمت برای ما خیلی مهمه در بخش سمبولوژی. این موضوع جاین ریلیت ما میتونیم یک فیلد با فیلد دیگه ارتباط بدیم، یا مثلا نظر در موضوع این قسمت یک بخش خوانده بودیم در نام تایم، مثلا در زمانهای مختلف چیکار کنیم ذخیره بسازیم و همچنان با یک سایت اینترنتی چیکار کنیم ارتباط بدیم. اینا هم یک یا ریلیت می‌سازیم یا مثلا با یک سایت اینترنتی یا با یک پی دی اف اینا ارتباط میدیم، اما اینایشو خیلی زیاد استفاده نمیشه. تا پنجره لیبل تقریبا هر دیتایی که ما اد میسازیم تا این پنجره رو ما هر روز می‌بینیم از چیکار کنیم استفاده کنیم. بحث لیبل اولین موضوع در قسمت چی رو داریم؟ لیبل فیچر این دیس لیر. اگر این تیک باشه یعنی که اگر لیبل داشته باشیم اون برای ما چیکار کنه نمایش میده. این اگر تیک باشه نمایش میده. بعد ما از قسمت پایین میگیم نظر در کدام موضوع برای ما لیبل بزنه. فعلا چه انتخابه؟ پروینس نیم. برای معنی که نام ولایت رو در بالای خودش چیکار کنه نوشته کنه. ما میگیم اپلای، یعنی گزینه حتما چی باشه؟ چک باشه. اپلای اوکی. اینا نام ولایت رو برای ما نوشته. مثلا دفعه قبل که ولایت ما پیدا کرده بودیم اگر لیبل هم زدم بود راحت برای ما پیدا شد، مثلا غزنی بود، دایکندی بود، کدام ولایت. این بیا درسته؟ هر دیتایی داشته باشید نظر به هر خاصیت دیگه. فرضاً ما می‌خوایم مساحت از اینا رو بفهمیم در روی صفحه باشه. میریم در قسمت لیبل زمانی که اینجا آمدیم میریم از این فیلد مثلا انتخاب کنیم میگیم چرا برای ما نمایش بدیم مساحت اپلایو درسته؟ مساحت ها رو برای ما این به یه حالت همزمان امکان پذیره، یعنی چندین مشخصه رو ما میتونیم چی بسازیم؟ بالای زور اعمال بسازیم. پنجره لیبل کمی سنگین تر هست نسبت به هر پنجره دیگه. اینجا یک موضوع داریم، ببینید ما نظر در نام میخوایم لیبل گذاری کنیم، مثلا میگیم در این پنجره انتخاب کنیم بگیم نظر در چی باشه؟ نظر در نیم باشه. نظر در چی باشه؟ نظر در نیم. بعد میگیم در قسمت اکسپرژن از این قسمت مثلا میگیم چی رو هم برای علاوه بساز؟ مساحت. این انتخاب کنیم از این قسمت از پایین میگیم چی شود؟ اپند شود. بالای از او چیکار شونه؟ اپند شود. این در قسمت میگیم باز همون شرط چی رو گرفت؟ اند چرا بگیره؟ اسکویر بگیره. در قسمت اوکی، اپلای و اوکی. اینا رو ببینید هم نام گرفته هم چرا گرفته؟ هم مساحت. اگر خواستیم این به یه حالت نمایش دادن نشه مثلا نام پهلویش مساحت باشه در مو پنجره ای که مو اپند ساختیم اون موقعیتش تغییر میدیم. ایندهی پنجره میره از این قسمت فعال میسازیم، فقط اینده اینجی یک چی میزنیم یک اینتر. مثلا میگیم ای بوره کجا انتقال داده شود؟ این به یالت در قسمت پایین انتقال داده شود. قبل از این که ای رو وارد بسازیم باید چیکار کنیم؟ اینتر کنیم تا او در قسمت چی بیه؟ در قسمت پایین. درسته؟ این به یالت ما میتونیم از این موضوع از این قسمت بگیریم احتمالاً که اینی قوس ما مثلا قوس به بعد از این به بعد؟ از قوس شد اونجا پایی اونجا قوس نه قوس شده قوس ما بتولهش این حالت ها خبر اونو اسپیس اینا در این قسمت میمانه یک اسپیس. درسته؟ اگر خواستید اپین بسازید یک بار این دوی نقطه پروینس داریم، درسته؟ قبل از اینکه این را اد بسازید یک بار انتر کنید تا قسمت پایین از این چی شود؟ کاملا فعال شود. اما اپین رو در قسمت چی بزنیم؟ در قسمت پایین میم در این مرحله میگیم یعنی چی شود؟ پاک شود و همچنان پاک شود. تنها نامی چی بود اینجی؟ نامی پروینس بود.
اوکی فعلا اینا نظر دمو نام گرفته موقعیت زیر اینا در قسمت اپند که ساختیم این این جمعه یک بار رو چی کار کنیم اینجا اینا رو میگیم این خاصیت در این قسمت چی بساز یا قسمت پایینش یا اگر خواستیم در ابتدای ازی باشه میم این در قسمت یک چی میزنیم یک اینتر میزنیم میگیم اپند ساختی در کجا اپند میساز این در بالا درسته به این حالت این بود از موضوع چی بخش لیبل زمانی که لیبل زدیم ببینید در قسمت گفته رنگ تکست ما به چه حالت فونتش به چه حالت باشه از این قسمت ما میتونیم چیکار کنیم انتخاب کنیم کدام فونت باشه از سایزش به چه اندازه باشه بزرگ باشه کوچک باشه رنگش فرضاً ما میگیم این رقم یک رنگ داشته باشه تکست های ما رنگش چیه تغییر میکنه و در قسمت بولد و ایتالیک و این موضوع درست شد این بود از این پنجره و اینا تکست های ما کاملا چی شد تغییر. در قسمتی چرا داریم یک زمان میگیم در یک رنج مشخص برای ازمون نمایش داده شود همین موضوع ما میتونیم از این قسمت use same scale range at the feature layer یعنی به این معنی که از این اسکیل رنج در همه جای استفاده کو اگر خواستیم در اسکیل مشخص استفاده شود این لیبل ما میگیم از این قسمت تعریف کنیم از کدام اسکیل تا کدام اسکیل چی باشه تعریف شد میگیم در هر اسکیل برای ازمون نمایش داده شود. بعد موضوع بعدی داریم در قسمت بازم پنجره لیبل استایل هست که از کجا تعیین می‌ساختیم این از این قسمت درسته بعد می‌بینیم این در قسمت یک موضوع داریم در نام لیبل پلیسمنت پروپرتیز این لیبل ما در به چه حالت قرار بگیره ببینید فعلا همه‌اش به صورت چی نمایش داده شده توجیست همه از اینا به حالت چی نمایش داده شده به صورت افقی باش ما کمی همه از اینا رو قابل دید بسازیم این به حالت همه از این تکس های ما به حالت چی است؟ به حالت افقی ما میتونیم تنظیمات از این تغییر بدیم بریم در قسمت پروپرتیز و در پنجره لیبل از این پنجره پلیسمنت پروپرتیز بگیریم فعلا در اینجا گزینه چی تریک است always horizontal ما اگر میگیم always straight یعنی همیشه اگر یک زمان پولیگون ما به یک حالت مایل هست یا به ما حالت خود چی بسازه این به حالت تیار بسازه اوکی و این پنجره رو هم اپلای اینا تکست های ما مطابق یک رقمی شده مثلا این به حالت اگر نوشته شود ممکنه دمو تکست ما جایی نشود تصور به یک حالتی دیگه مکمل ببینید در اینجا چون فضای بیشتر به حالت نوشته شد این به حالت نوشته ساخته این به حالت اگری به صورت افقی میامد احتمالاً جای نمیشود به حالت دوباره در قسمت پلیسمنت پروپرتیز try horizontal first then straight به این معنی این در این حالت اول کوشش کنید که به صورت افقی باشه اگر امکان پذیر نبود یک زمان مثلا از خود ولایت بیرون میشد بعد از اون چی بساز بعد از اون به حالتی این به حالت و در قسمت پایین چند تا گزینه دیگر هم داریم این در قسمت مثلا یک زمان دوپلیکیت فیچر ما به چه حالت باشه گفته ریموو دوپلیکیت لیبل یک زمان در یک لیبل دو تا چرا داریم دو تا لیبل با عین نام داریم اون میگیم یکیش را چی بساز بعد پلیس آن لیبل پر فیچر در بالای فیچر علاوه بساز این به حالت ما میتونیم از گزینه ها هم چیکار کنیم استفاده فهمیده شد؟ این بود از بحث چی ما؟ از بحث لیبل سوال بحث سمبولوژی یک سوال در قسمتی سمبولوژی در بخش این چی؟ کانتریز این در پایینیشی؟ خواه اصلا می بخشی چی؟ این سمبول ساخته بعد از بالا داد خواه من میگه که اتم کنیم نقطه را باز ریمووش از کجا میشه؟ اما شما کنیم چرا خب؟ اما که اتم کنیم نقطه را نه ولایت نقطه چی میشه نه؟ خب نقطه نخوشی نقطه خب از اما ریموو از کجا میشه؟ این نقطه از کجا ریموو میشه؟ خب ما میریم نظر در مشخصات دیگه این از این قسمت ببینیم چرا میگیریم؟ حالتی نه انتخاب میگیریم اصلا نه که بگیرید کنون میشه خود گم میشه از ما اما خودی هست ولایت نه نباید گم میشه نه یعنی که این شرط ها را چی نمیسازه؟ آها اینی باردرها چی شد؟ گم میشه در این قسمت
بعد ایرا از این حالت مو چی نمیسازیم، یعنی ریموو نمیسازیم، می مکمل یک شرط دیگر مثلا بالای جسیت کنیم. یعنی فرضاً ما میم از این حالت میخوایم مکمل از حالت های سمبولوژی بیرون شیم، این سمبول انتخاب کنیم از این قسمت اپلای. اینا لهران شرط دیگه ای که داشتیم از اون شرط های ما کاملا پس برگشت در حالت چی؟ این دیگه قسمت درسته؟ خب فهمیده شد تا می قسمت؟ چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ بعد از این